گدایان زهرا به شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا. غلامی این خانواده دلاد خانواده دلاد دلیل و مراد خدا بود. این خانواده دلاد خانواده دلاد دلیل و مراد خدا بود. این خانواده دلاد خانواده دلاد دلیل و مراد خدا بود. این خانواده دلاد خانواده دلاد دلیل و مراد خدا بود. خود خدا بود مراد خود خدا بود مراد خود خدا بود مراد خود خدا بود مرا خدا مرا خدا مرا مرا خود خدا بود مرا خدا مرا خدا مرا مرا به جان داده های مسیر عبورش به شهد شهود شهیدان مهدی مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان. تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکابه سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. گدایان زهرا به شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا. غلامی این خانواده دلاد خانواده دلاد دلیل و مراد خدا بود. این خانواده دلاد خانواده دلاد دلیل و مراد خدا بود. این خانواده دلاد خانواده دلاد دلیل و مراد خدا بود. این خانواده دلاد خانواده دلاد دلیل و مراد خدا بود. خود خدا بود مراد خود خدا بود مراد خود خدا بود مراد خود خدا بود مرا خدا مرا خدا مرا مرا خود خدا بود مرا خدا مرا خدا مرا مرا به جان داده های مسیر عبورش به شهد شهود شهیدان مهدی مرا دائم الاشتیاقش بگرد.